ما به امید آینده زندگی می کنیم، به امید فردا، بعدها، هنگامی که دستت به جایی بند شد، وقتی پا به سن گذاشتی خودت می فهمی. این تردیدها دلپذیرند، زیرا همگی به مرگ می انجامند. چون سرانجام روزی فرا می رسد که انسان جوانی خود را در می یابد و می گوید 30 ساله شده است. درست در همین هنگام است که خود را در موقعیت زمانی می بیند. در آن جایگزین می شود، در می یابد که دیگر باید خط منحنی را بپیماید. به زمان وابسته شده است و میانه گرداب هراس بدترین دشمن خود را شناسایی می کند. فردا، او آرزوی فردا را دارد، در حالی که باید با تمامی وجودش از آن بگریزد و این عصیان نفسانی همان پوچ است. کتاب افسانه سیزیف اثر آلبر کامو.